بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باور کنید تا حاضی را که ما باور ندارم خودم که در خانه نشستم. این خیلی نعمتی بزرگ، نعمتی آزادی، نعمتی در نزد پسر و دخترها در نزد اهل و بیت نشستن، این بسیار نعمتی بزرگ است. ما را یک روز پیش گفته بودن که پگاه زوانکتون است. زبانوک چی؟ آخری سراغ عوف شد. 7 سال داشتیم، 3 سال من الحمدلله با یاری الله خداوند پرزیدنت برکت یاد 3 سالی من گرفتم. باور کش پسرچم آزاد شد، شاگرد آزاد شد. ما 11 کس بودیم، همش 1 سال زیادتر پیشتر رفته بودن، فقط من مونده بودم. از ما بسیار گرفت و ما هم از این 4 سال بسیار تجربه آموختیم. اوچا جانم از دنیا گذشت، ان شاء الله نیادارم یا درست پس زیارتش مهمانا کمتر شود میرم. پسرچم زن گرفت، 2 تاش نبودم. خیلی بهترین فرزند کلان میکنه که در تو اشتراک کنیم. ما اشتراک نکردیم. ما آدم شناس نبودیم. ما بسیار تجربه آموختیم. درون صدها گروه هست. با همون گروه ها ما گفتگو میکردم. من همون گروه ها را من میفهموندم که این گروه نادرست است. تاجیکستان ما زیب این تفریقه ها ندارد. تاجیکستان ما محتاج یگان حزب ندارد. این حزب ها سبب پسروی مردم ما میشد، پیشروی نه بلکه کاسته شدن. روزی میشد که یک پرابلم کلان تاجیکستان ما گروه با گروه جنجال میشد. برای ما تمام میشه فهموندگیم که ای بچه جانا، من از تمام گروه ها بیزار هستم. من در درونم میگفتم، حاضرم میگم که این گپا همش دروغ است. در زندان یگان خیلی شکنجه نیست. باور کنید که من با چشمم 4 سال دیدم. من ندیدم که یک کس زده شکسته باشن، دست و پا ایگه پامش زفزده است. ما را در دیلمون نوشتگی است که چو 40 سال حرام میگفتی. او روز جناب عالی الحمدلله برآمد کرد، گفت ای مردم خوجند، شما بعد مردن مال و گاو نکشید، شما در زندگی پدر و مادرتان حرمت کنید. یگان تاش نمیرد. گفت ثواب دروغ است. گفت ای جام خستم، الله اکبر گفتم. خوشا به حالات گفتم جناب عالی خدا برکتت یاد. اینی گپ حق است. باور کنید پدر و مادر باید ما در زندگی دست و پاشو بوسه کنیم بمولیم. خداوند مرا گفتم بیرون با برورت ما یک جوانای پولدار را جمع کنم، یا 10 تاشه بگم بیا بچه ما فیرما بکشیم. فیرمای یاری دهنده بیوزن ها که ما را هم پیش رمضان برای میاد قبچه آرد افغان همونا خوشنا تنها ایست نکنن. همین خیلی نیتی زیبا داریم. خداوند به نیت ما ان شاء الله باید برساند. اگر حکومت دعوت کرد ما کار میکنیم. یکی اگر دعوت نکرد یگان ان شاء الله بود تاجیکستان کشاده است، یگان تجارت، یگان چی میکنیم ان شاء الله. خدا خواسته باش بیکار نمیشد.